پیام دارم به کسانی که کانکورس تشکیل می کنند و به کسانی که آنها را در کار گناه یاری داده بلیط های آنها را می خرند و در این کار حرام شرکت می کنند. شما خوب می دانید که این کار شما قمار است که به دلیل صریح قرآنی حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود. و قماربازان و تشکیل کنندگان قمار و کسانی که آن را رکلام می کنند همه فاسق هستند. شما از الله نمی ترسید؟ پروا ندارید که از کجا مال به دست می آرید؟ از راه حلال یا از راه حرام؟ واقعا وقتی این بی‌پروایی شما را می بینم، یک حدیثی از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به یادم می آید. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: در امت من زمانی می آید که مردم پروا نمی کنند که مال را از کجا می گیرند، از راه حلال یا از راه حرام. واقعا این پیشینگویی های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به چشم سر دیده ایستاده ایم و شاهد آن هستیم. از راه قمار مال به دست می آرند و باز پروای هم ندارند که این گناه کبیره است و عاقبت آن خیلی خطرناک است. اینقدر عالمان درباره حرام بودن کانکورس و قمار بودن آن بیان کرده اند، ولی مال حرام دنیا چشمانشان را چنان کور کرده است که پروای حلال و حرام بودنش را ندارند. العیاذ بالله. چون این مال را خوردن مثل خوردن گوشت خوک است، چون که حرام بودن گوشت خوک با دلیل صریح قرآنی ثابت است و قمار هم با دلیل صریح قرآنی ثابت است. پس گناه قمار را اندک نشمارید. برادرانی که کانکورس تشکیل میکنید و آن را رکلام میکنید، بدانید که در گناه اینقدر مسلمانان شریک هستید. علاوه بر گناه خود، گناه اینقدر مسلمان را نیز بدوش میگیرید بدون اینکه از گناهان آنها چیزی کم شود، چون که سببی به گناه دست زدن آنها شما هستید. این کار شما غضب الله را بر سرتان می آورد که دیر یا زود شما را دامنگیر می شود. پول حلال محنتی را در خریدن بلیط های کانکورس صرف کردن گناه بزرگ بوده ناشکری نعمت الله است و روز قیامت از این مال پرسیده خواهد شد. خوب گوش اندازید. مال حرام فرزندان شما را ویران می کند. وقتی آنها را از مال حرام می خورانید، از آنها شرم و حیا و خدا ترسی، غیرت و ناموس و وفاداری انتظار نشوید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند گوشت بدن انسان وقتی از حرام نشأ و نما یابد، آتش دوزخ برایش بهتر است. برادران عزیز، از این کار حرام دست بکشید. بیش از این جوانان این امت را به کار حرام دعوت نکنید و به گمراهی نکشانید. از الله بترسید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.